هموطنانمون رو در فلوریدا متوجه بکنیم که شخصیتی مثل آقای کاوری به میدان آمده و خب وظیفه ایرانیاست که اگه کار داوطلبانه ازشون برمیاد انجام بدن. البته مختص فلوریدا هم نیست، در تمام آمریکا میتونید این کار رو بکنید و بعد حمایت بکنید، چون از این دسته دیگه حمایت خیلی مهمه. ایشون رقیب خیلی سخت و گردن کلفت داره. خانم چی اسمش؟ خانم الکسینگ. الکسینگ. بله. از حزب دموکرات هست و وزیر دارایی هست که CFO هست. بله. و ایشون یه ملاقاتی هم که داشتید چند؟ آره 4 روز پیش. خب چی شد؟ با هم دو تا رقیب هم دیگه آره دو تا چی میگه بیا شما وزیر من بشی؟ آره اولین نه ایشون نگفتن. رفتیم اونجا نشستیم، اول ایشونو دعوت کردن که نقد کنم، بعدن من و بعدن سناتور کاندیدای سنات اینا. بله. وقتی که با هم من رفتم پلوش نشستم، البته از من حالت عصبانیت گفتم اجازه است پهلوتون بشینم یا دو تا صندلی اون طرفتر؟ گفت نه پهلوم بنشین. وقتی که رفتم اونجا ایشون حرف زدن، همون وعده میدادن که قبلا داده بودن من براتون کار میارم، من براتون چیز میارم و هیچی دیگه و خداحافظی کرد رفت. وقتی که من رفتم من بهشون گفتم که بازار چیز از مالی را باسی آبش کرد، نمیدونم چی کرد، همین چیزایی که اینجا تعریف کردم. خب و وقتی که من گفتم من تنها کسی هستم که میتونم شغل واسه فلوریدا بیارم و من تنها کسی هستم که میتونم وضع مردم فلوریدا را تغییر بدم و امیدوارم که یک روزی این برنامه در همه چیز بشه، شوهر ایشون که آقای بیل مکبراید بود هست و قبلا 8 سال پیش بر ضد جب بوش رفته بود، کاندید شده بود، باخته بود، رقیب جب بوش بود. برادر جورج بوش فرماندار کار. ایشون هر دفعه نگاه غضب انگیز به من مینداختن. بعدن که تموم شد و نشستیم، همه مردم اومدن از من تبریک گفتن و یکی از رهبران حزب دموکرات گفت که شما برنامه خوبی دارید ولی حمایت سیاسی میخواد. منم گفتم پس بکنید، دلیلی ندارید که حمایت نکنید. گفت نه، خانم سینگ خیلی احساس تهدید میکنه از شما، تهدید شده عجب. نگران هست و ما باید چیز کنیم، چرا نمیای وزیر دارایی بشی و حمایت پارتی رو داشته باشی؟ گفتم من حمایت مردم رو دارم، فقط به گوش مردم برسونم انتخاب میشم. یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست که میخوام با جمهوری خواهم شنیدم دیدار داشتی. آره با جمهوری خواهم رفتم، 300 نفرشون بناس تغییر حزب بدن که در پرایمری به من رای بدن. عجب. و اینا گروه 46,000 نفری هستن که مال فرتکسن. میخوان که مالیات از بین ببرن. و شما که قول میدید که مالیات از بین مالیات بسیار جمع بکنید. مالیات دلیل نداره. آره مالیات دلیل این مالیات بر درآمد، مالیات بر پراپرتی تکس، مالیات منزل و مالکیت و مالیات بر چیز سلز تکس بسیار همه از بین بره و درآمدش میشه با سود بانک پرداخت و ما باید بهره را 90% از بین میبریم. انرژی آنن نمیشه ولی یک وقتی امیدوارم 4-5 سال دیگه خرج انرژی صفر بشه و بیمه هم 30% از بین میبریم اجالتا و باعث میشه با این حسابی که ما کردیم بین 7 تا 9 سال درآمد مردم صرفه‌جویی میشه، یعنی از بندگی مالی و کاری بانک‌ها نجات پیدا میکنه. ببینم 47 میلیون نفر در آمریکا بیمه نداره، بیمه درمانی. در فلوریدا چقدر؟ در فلوریدا بزرگترین رقم هست که 3.5 میلیونشون ندارن. 3.5 میلیون بیمه درمانی ندارن. چه تعداد ایرانی زندگی میکنه؟ ایرانی نمیدونم ولی دقیقاً آمارش ندارم متاسفانه. خب از حالا ایرانی باید خودشون نشون بدن دیگه، باید خودشون نشون بدن. به هر حال این گفتگو همیهنانه با کمال بیلبنده انجام دادم، چون واقعا دلم میخواد هموطنان ما همینطور که دکتر فرید خاوری گام در این راه نهاده بقیه هم تبعیت بکنن. ما ناچاریم خودمون رو دستگاه قانونگذاری مملکت نزدیک بکنیم، باید مناصب رو یکی احراز بکنیم. من تردید ندارم در 20-25 سال آینده رئیس جمهور آمریکا ایرانی خواهد.
یعنی تبار ایرانی، در این شک نیست. اینطوری که بچه‌های ما دارن پیش میرن و اینا گام‌های اساسی در جهت احقاق حقه. چقدر میشیم به گوشه‌ای و هیچی نگیم. خب بنده خیلی تشکر میکنم از راه دور اومدید. خیلی ممنونم خانم، خیلی سپاسگزارم، خیلی لطف کردید. همینطور شما دختر خانمتون خیلی تشکر میکنم. بس یه سفر دیگه میاد اینجا؟ نه حتما میام، چون دخترم اینجا مدرسه میره. اجازه میدین یک چیز دیگه بگم؟ خیلی سریع بفرمایید. ما بایستی دانشجوها رو بزرگترین سرمایه اجتماع ما هستن. درست. ما بایستی زندگیشون رو طوری تامین کنیم که بدون خرج بتونن درس بخونن. ما نمیتونیم دیگه این ماشینای قراضه تکنولوژی قدیم رو به کار ببریم، نمیتونیم همه این تکنولوژی ها که استفاده میکردیم ما بایستی که به درد نمیخوره استفاده کنیم. ما باید این بچه ها رو طوری در موقعیتی قرارشون بدیم که بتونن به لول بعدی، به مرحله بعدی تکنولوژی ما دست پیدا کنیم. کاملا درسته، بسیار عالی، کاملا درسته. همین یادتونم باشه هزینه داره ها شرکت در مبارزات انتخاباتی توی مملکت. امیدوارم ثروتمندای ایرانی هر جوری هست با آقای خاوری تماس بگیره، هر کاری از دستش برمیاد انجام بده. همینطور داوطلب‌ها خیلی مهمه، آدمای داوطلب توی ستادهای انتخاباتی. خلاصه تنها نگذارید کاندیداهای ایرانی رو هر جا که هستن باید حمایت بشن و پشتیبانی بشن. بنده با کمال بیل این گفتگو رو انجام دادم. خداحافظی میکنید با دکتر خاوری. میدونم چند مدت دیگه دوباره اینجا هستند و حتما ایشون رو باز در برنامه خواهیم داشت. امیدوارم با دست پرتر. خواهش می‌کنم. لطف داریم. خیلی لطف کردید. ممنونم. از بازارچه آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم.